سلام، امیدوارم خوب باشید. این ویدیو راجع به کمپ تابستونی مؤسسه تین تیچ هست که قراره به زبان انگلیسی و مخصوص بچه‌های 8 تا 11 سال باشه. خب اول بریم سراغ تمرکز اصلی دوره. ما توی این دوره سعی می‌کنیم مهارت شنیداری بچه‌ها رو از طریق ویدیو، بازی و فعالیت‌های دیگه شنیداری تقویت بکنیم. سعی می‌کنیم تعداد و تنوع لغاتی که یاد میگیرن زیاد باشه. مهارت‌های گفتاریشون، مکالمه‌شون از طریق بازی‌های گروهی و بیان احساسات از طریق این بازی‌ها تقویت میشه. تمرین نوشتاری به اون شکل نداریم، ولی تمرین خوندن داریم که کمک میکنه به درک مطلبشون که خب از طریق فعالیت‌های مختلف و داستان هاست. فقط تمرکزمون روی انگلیسی نیست، سعی می‌کنیم مهارت‌های زندگی مثل همکاری، خلاقیت و تفکر انتقادی رو هم قاعدتاً به زبان انگلیسی کار بکنیم. راجع به محتوای کلاس‌ها بخوام بگم، کلاس‌ها بدون کتاب هستن، بیشتر مبتنی بر ویدیو، بازی و کاربرگ‌ها و کاردستی‌هایی هست که در طول دوره داده میشه و انجام میشه هست. تکلیف به شکل سنتی ندارن، ولی خب نیاز هست که ویدیوهایی که تو کلاس کار میشه و برای شما توی گروه‌ها ارسال میشه تو خونه مرور کنن. یک گزارش دقیق و فردی هم در پایان هر دوره برای ارزیابی دقیق هر زبان آموز به شما داده میشه. برنامه کلاس ها معمولا تعداد جلسات 3 جلسه در هفته است. البته که ما در سال گذشته 2 جلسه در هفته هم به دلیل تقاضای والدین داشتیم و این امکانش هست. مدت هر جلسه ولی 3 ساعت. این رو نمیتونیم تغییر بدیم، چون برای اینکه به هدف نهاییمون برسیم 3 ساعت رو نیاز داریم برای هر جلسه. روزهاش میتونه روزهای زوج، روزهای فرد باشه. ساعت‌ها رو میذاریم به عهده والدین که صبح رو ترجیح میدن، بعد از ظهر یا عصر. در مورد شهریه به صورت ساعتی محاسبه میشه. ساعتی 130,000 تومان هست که اگر بچه‌ها منظم کلاس ها رو بیان، تعداد کلاس ها در ماهشون 9 جلسه میشه. کل ساعت در ماه اگر همونطور که گفتم منظم بیان 36 ساعت هست و در مجموع 4,680,000 تومان شهریه هر ماه بچه‌ها خواهد بود. خیلی ممنونم از توجه شما. اگر باز هم جایی سوالی بود حتما با ما در تماس باشید و خوشحال میشیم که سوالاتتون رو جواب بدیم. مرسی.